سرک دیدن هم نشستن از خواب. نه من دور از شما نامدیم روزا. سلامت باشید. بسیار ممنون از وطن خود خوش آمدید. جون هستید. بخیر هستید. همین تازه آمدن هستن. همین تازه آمدن هستن. سه از روزگار زندگی چی باشید که آمدی؟ کشید درست خود آمدید. دیگه شروع کنیم. دیگه زیاد نارضایتی هم نمی‌کنیم. از ما بکنیم. وطن مبارک اگر نمی‌کنه مثلا مبارک همینجور بخام کنیم. مشکل جوانا چی هسته؟ دایی خب نگاه اگه ما تحمل کردم نگاه این برار نگاه پیره نمیتونه تحمل کنه. خب ما چیکار کنم؟ دو روزه بکنم. شما چی میخواین؟ هموطن گرامی چی میخواین؟ شما چی میخواین؟ ما پول نداریم دایی میگیم یه ماشین فقط ما کابل بودم کابل ما رو برسونم فقط پیش یک خانواده ما برسیم. خب یک کاریش میکنیم. خاص شما یه است که براتون یک موتر آماده شوه شما از به کابل انتقال پیدا کنید. ان شاء الله مشکلتون حل میشه تشویش نکنید. حل میشه. قرآن دایی از دیری گفتن نام‌نویسی کنید. رفتی 50 نفر رو دید کردن تمام آفتاب خب حالا اومدیم میگه ما چیکار کنیم؟ ما چیکار کنیم؟ ما نداریم. از سر کار نگاه کی پاش نگاه از سر کار اومدم گرفتم. زن بچه کو خودش با خودش چیکار کنه؟ خودش زن بچه با دیلیاردی بلند میشه بیا اینجا خب با دیلیاردی بیاد اینجا اونا رو میبرم. ما این جوونی که از سر کار میگیره هیچ کی به درد ما نمیخوره. گوشیای ما نگرفت پولای ما نگرفت ما نگرفت ما چیزی اوه صد تا ماشین خب درست است ان شاء الله مشکل شما حل میشه سر صدا نکنین. همکاری عزیز قسمی که به تصویر شما مشاهده میکنین کسانی هستن که فامیلی نیستن جوانا هستن. این جوانا برشان تابال هیچ چیزی در نظر گرفته نشده و ما میخواهیم که برای اینا یک موتر بسی بگیریم تا اینا را به کابل انتقال کنیم نظر به تقاضای یک راه چاره شما نشوندیم. دایی خب یک چیزی ما بگم به شما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم و احسنوا ان الله يحب المحسنین صدق الله العظیم. سلام به همه. امروز 2 اگست است 2025. ما تعداد 7 سرویس یا بس آماده ساختیم به خاطر انتقال هموطنان گرامی ما که اخراج اجباری از کشور ایران داده شدند به طرف کابل و همچنان برای اینا 11 قلم مواد خوراکی و لوازم بهداشتی در نظر گرفته شده و مبلغ 2000 پول نقد. تشکر سپاسگزاری میکنیم از آن عزیزان ما که در این برنامه خیریه سهم فعال داشتن و ما را کمک یاری نبودن. الله متعال در حسنات نیکشان اضافه کنه. جزاک الله خیر کثیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.